اصل وطن تو کجا؟ راغون او اکن نامد اکن نوزنده از میگه اکن پلوت بیار از بابا ایو چنه بفتسم از بابا گیر بیار کینه وای دایکو حیوت پلانشت ابگی بیاردن قد دخترم قد صورت بگیرن یا صورت بگیرن یا همش یادآوری باید بمونه یا آینده بعد درباره‌شون یگون پیرده چه میشه میگن که نکنم خیلی دمو بازی کم کم می نوازن میخونن خواهران سرودی موضوع را زمزمه میکنن شما خطی صحبت کنن ما میخوایم بینیمش ما سرود چه زمزمه و مخلص شیم برام های سلام بودگل بی یک دو سر باز به برام نه چی پسند توا این دک جو میرم دکه نه این هم اجل هم پاکتن کنم اینستاگرام و یکی خشو آواب افتان دو سوزه با نبینی خطابو توقت کردم یا داود بسیاره یا که خیلی باید خراب شده رومال خراب بود میگیره روزی کانسر وابشه بود گیرده که خیلی باید بود روزی کانسر خیر رفتیم البه همیشه سویت هم بیاره داری ماشین داری کار زن تاریک اینجا بیاره جمع سوز کنه باید بیاره امو چه قبل شد سلام با دوستان عزیزم سلام با آقایی که در صفحه ما طور من صبحی بر وقت با شما وعده دادم که امروز باز با دیداری سه خواهر نازنین سه دختر بسیار زیبا شکرانه جان کبریا و خدیجه بانو میروم و اینک باز مهمان این سه خواهر نازنین هستم اگر شما سوال درخواست داشته باشید میتوانید طریق همین صفحه من ارسال نماید نوشته کنید حتما پاسخ خواهند داد پاسخ گردونه من اون مسئله کنید کامیرا بیا ما کامیرا موندم Kamera naham. Olha on televizyon şimdi. خودش باید از پیشت میکنه خودش این هم دفعه صورت دیدی؟ این خواهر تای مازونه مانند دایدن اینا به امرو خون میستن این روزا کمال ایدونی بوز خراب بود که در خونه گفت بخیر کارون سرو چه میخونه دخترکو؟ رنور همین سوخه اون را توش صوف کشتر anam yüz bir de bu ne vay da çizilme daha Ya burada zırkar. خوش سلیقه خوب فعال هستید روزی همه
همه شما بخیر شادی باشد. امروز مازنا جان یک کار بسیار خوب و ثوابی را انجام خواهد داد، یعنی به دیدار سه دختر نازنین آمده است. و دوستان عزیز، من شخصا به مازنا جان تشکر میگویم که چون یک نوار رو در صحیفه من دیده امروز به سراغ این سه خواهر نازنین آمدن، سه دخترک شیرین که واقعا مخلص مازنا هستند. ما رو همراه باشید دوستان و اینجا ما یک صحبت صمیمی خواهیم کرد، یک صحبت آزاد خواهیم کرد و شما نیز شاهد صحبت ما خواهید شد. ما رو همراه باشید. همه شما را دوست می‌دارم. بریم. برای خبر کنید. Dört, seyret. سلام Ne تماشا. kıştın tıkanmış bezemem. Çizorma giren mi? چی را Dostlarım parlak iş var. چی نه مرا بخشید که میشه اینجا و آروم یارو خاطر کردم. استوب ایسا. با هم تا. Ya dün tamam geleyim. Kurgunuz. Ocakta anlatayım. Jak by seyrettim. سلام دوستان عزیز، سلام دوستان عزیز، سلام به همه آنهایی که ما را تماشا میکنند. امروز من و موزونه یک هنرمند خوش صدا بانوی بسیار صدای فوران دارن، صدای گوشنواز دارن، صدای روحنواز دارن و یک بانوی که واقعا هزاران هزار مخلص دارن. یک جا اومدیم به دیدار سه دخترک نازنین، سه خواهر عزیز که خوب با امر تقدیر معیوب هستند. سه نازنین که البته آنها نیاز به کمک و دستگیری ما ندارن، نیاز به یک سخن و به یک مهر و به یک لطف و صمیمیت ما دارن که ما البته آمدیم تا با آنها لحظه همصحبت شویم و شاد کرده باشیم. خب مازنا جان، چون امروز شما به دیدار این سه خواهر نازنین آمدید، میخواستم چند سخن گفته باشید به خاطر فراغت و خوشحالی و خوب یک تبسم نازنین این سه دختر نازنین توجیه. راستی نمیدونم پیامی روز چی بگم. ما اینا را اول روزی که در سایت شما ما این سه دختره که خوش دیدم، راستی ما میخواستم همون روز بیام کمتر کارای خود کتبان بودم. ما خواستم شما کتی هم صحبت شما بیام تیسترک پیش همینا. راستی ما نمیدونم دیگه چی بگم برای که نمید. بله تماشابین عزیز، بسیار دشوار است سخن کردن درباره این سه دختر تاجیک، سه نازنین تاجیک، سه خواهرکان که از یک عائله هستند و هر یکی ما اگر ذره ننگ داشته باشیم، ناموس داشته باشیم، انصاف داشته باشیم، وجدان داشته باشیم و حال داشته باشیم، در قلبمان سنگ نه مهر و محبت جا داشته باشد، البته که به سراغ این سه نازنین میآییم، البته که این سه دختر زیبا را خوب خبر میگیم و با یک سخن خوب، با یک صمیمیت محبت آنها را شاد میسازیم. و راستی دوستان عزیز، طور من به این سه خواهرک نازنین وعده داده بودم و دیدارتان میآیم. من به هر یک گفتم جواب میگویم و به هر یک وعده‌ام وفا خواهم کرد و بسیار در صحیفه های اجتماعی، در صحیفه های شخصا خودم نوارها، عکس های شکرانه که بیا و خط جوانو رو میگذارم و اکثرا حرفای خوب میگویم، اکثرا خوب از روی دلسوزی، از روی مهر و محبت شیرین سخن میگوین، ولی برابر این هستن نفرانی که میگوین خوب به دیدار این سه خواهر نازنین رفتی، پس رکلام بهر چیست؟ دوستانی عزیز، اینجا من رکلام نکردم. مقصد از سامانوی گشتن این خواهران چی است؟ من میخواهم که تمام مردم تاجیک، تمام اون ثروتمندان، تمام اونهایی که واقعا کار خوب دارند و زندگی خوب دارند بدانند که در یک عائله سه دخترک نازنین معیوبند و سه دخترک نازنین نیاز به دستگیری ما و شما دارند، نیاز به یک سخن و یک مهر و محبت ما دارند و از همه شما احترامانه خواهش میکنم که چون امکانیت های خوب دارید، پس از در این سه خواهر نازنین درآیید و از حال آنها با خبر شوید
باور کنید که یک سخن شما، یک نگاه شما، یک حرف شما و یا یک زنگ شما میتواند برای اینها ارزش کلان داشته باشد و فکر میکنم که از خود شکرانه که بیا خطیچه بانو پرسان شویم بهتر است، زیرا میگویند که سخن از دهان لقمان خوش است. مرحمت. تو با امیر همش هم میدونیم که گپ زده کتا خیلی اگه چی میکنی؟ با یا پلان کردیم نه هم سنار چهار میدون یه آخه چیزی اوضاع خوبتر راه چون میکنی همین سیناریا خطی نه اگه خیلی چی خیلی دیتال میگیریم بودن یا خیلی اگه چی توضیح میکنی بگی حالی بی لقمان گفت سلام باش انا ما اینجا بگو نه طور میگویند سخن از دهان لقمان خوش است، پس بهتر است که از زبان شیرین و خوب نازنین این سه نازنین سه گل دختر سه گل خوب تاجیک شنیده باشیم حرفشون. مرحمت. اولا من سلام و درودی به پایان خدا بر تمام تماشاگران تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان میرسونم. نام و نسب من مسلم و شکرانه است که من در سن 20 سالگی قرار دارم و من میخواهم که همین کسانی که به ما کمک میرسونند و دو به دیدار ما میآیند و از حال و احوال ما با خبر میشوند، خدا جان دولتشان را از این زیادتر نماید. من همین خیل اگر معیوبم باشم در دل آرزوهای زیادی دارم و به مردم تاجیک تمنای زندگی خوب و جسم سالم را آرزومندم و میخواهم که در اینجا در نزد اپای موضوعه یک ترانه اشان را که ایجاد کردم در نزدشان بسرایم و اجازه اشان البته. موسیقیت میکنی شما نورانورم خوب تماشاگران عزیز و دوستان صفحه اینستاگرام من خود ببینید و شاهد گفته های این خواهران عزیز شوید و از همه شما احترامانه خواهش میکنم که شرح‌های ناجا ننویسید، چون بعضی از شرح‌های شما البته به قلب من به قلب این نازنینا میرسد و سخت میرسد و قلب آنها را دوباره شکسته میسازد، پاره میسازد. کوشش کنید اگر نمیتوانید دستگیری کنید پس حرفای ناجا ننویسید و نگویید که تبلیغ چی لازم. تبلیغ لازم است دوستان عزیز، مقصد ما تبلیغ نیست، مقصد رسانه‌ای گردانیدن این خواهران عزیز ما اون است که مردان ثروتمند تاجیکستان خب تاجران بسیار نامدار کشور ما که آنها واقعا ننگ و ناموس دارن، پس بیایند این سه نازنین را دستگیری بکنن و از درشون درآیند. خب در جا گوش میکنیم ترانه موزونه را. يا
راستی بنیاد ما چه نیه خونده نمیتونم مقصد ما تماشاگران عزیز چی است؟ مقصد ما یک تبسم نازنین این سه خواهر نازنین، یک خنده صمیمی و یک لحظه خوشحالی اگر ما بخشیده باشیم پس ما خوشبختیم. واقعا گریه گلوگیر هم کرده است که خداوند به اینا اینقدر صدای شیرین داده است، اینقدر استعداد بلند داده است که ترانه موزونه رو اینقدر صمیمی خواندن. از تری موزونه من در حیرت موندم. راستی آواز خودم به لرزه در آمد. گفتم یکی سرایم چه نیه برای همون آفرین به نهایت زور صحبت کنیم. سامون نبود کردم همان افرادی که سروهای خواهران عزیز رو هیچی نبود کرده سنده دن میگم بیمارخانه استقلال سروهای رو خودتان خوب خوب نبود سروهای ما نایه فردوسی شهر دوشنبه چه نمت قربای 55 هجره 101 می باشد. ما در رو برای بلنسه استقلال زندگانی میکنیم. خواهشمندان کسی که میخواهند به دیدار ما آیند مرحمت در ما همیشه برای آنها باز است. شماره تلفن من شخصا شماره اینترنت هم 919 70 36 56 و شماره دیگری من باشد 987 57 90 99. این دو شماره البته که همیشه گریان هستن و کسانی که به ما زنگ بزنن میتوانند که ما رو از طریق این شماره ها پیدا نمایند. تشکر زیاد جگرگر برای دقتتون. جبرگه جبگاک سروهای ما شهر دوشنبه نمیه فردوسی کوچه نعمت قربای 55 هجره 101. شماره های موبایل من 919 70 36 و 56. شماره دیگر هم باشد 987 57 90 99. هر کسی که میخواهد با من زنگ زند طریق این شماره ها میتواند که مرا پیدا نماید. تشکر زیاد برای دقتتون. اما صحبت داشته باشین صحبت کنیم. اما صحبت داشته باشین موضوع خطی نصحبت کنیم. موضوع شیر خونه بارش ما آواز زنده کدوم باید چه؟ ما بسیار میخواهیم صدای موضوع نبانه را بشنویم. کدوم شا؟ کدوم شا کی خودش میخوان؟ بله. بیا تا بناوزه کنم چی؟ چی بخونیم؟ چی باشد؟ بعدیتون نزدیک. ایره میخوام. خب دوستان عزیز این لحظه موضوع جان یک ترانه زیبای خوش رو به خاطر خوشحالی و فراغت شکرانه که بویا خطیچه بانو زمزمه میکند. میشتم رو بایم بوش چه کو با کدوم چه خونده این خریچه؟ خیلی فایده بودم بخون خیلی نه نه او اول خیلی میدنیم بعد برای میره کنم توی آن شما فکر میکنی از مرد همه خانم بشینه فکر کرده بچه همه هرچند سنکور باشی هرچند وای باشی با خیلی یک جود براری جود دست پوچه خونده میشه من خیلی من محفظه های خودم بکنم
بسیار جواد میره که میگه خیلی گفتم سو به وای باشی یجید میگن تاکو вже خدا نمیدونه که اگه چه سر راسته آبی دیدم بچه بگیره دیگه خیلی کن آه نمیره اولش آه نمیره سشتوا کرد بر سری هر طوری میرم دارم خیلی دارم خیلی مزمونا جان هم یقون سرود تایری که با دل نزدیکه همه خدا اوزون میخونه هم را تفریح میاد در اینترنت منظورونه که سریع خونده در حقیقت گموز بهترین اوز بخت و اوز به درجه اولی گیره خدا اوز خستگی نگیرست خواهر نازنین بیاد پس سروغه رو گفتن و اگر سروغه با آنها نوروشن بود نفهمو بود میتونن به ما مراجعت کنم و حتما که با آنها شریک شده و دیدار این سه خواهر نازنین میامیم و فکر میکنم که یک تشریفی ما یک سرودی ما یک سخنی ما میتواند که برای این خواهران عزیز یک دنیا مهر و محبت و خرسندی باشد همینطور نه؟ اصلا این شکرانه که یا خدشبانو نیاز به پول و مال ندارن نیاز به یک سخنی خوب دارن نیاز
و مهر و محبت و صمیمیت دارن. پس بگذار همه شما این آرزوی سه خواهر نازنین را عملی بسازید و مهر و محبت را برایشان ارزانی بدارید. درخواست‌های سوگوار خونه دست به دیگه بخونن. درخواست برن که دست به دیگه بخونن. محبت ها کن بخونن. خونش ممکنه حتی ترانه بخونه و نمیشه برای گوش بکنه. گوش بکنه. ما یکم بار شنویدم هم خرفاری ده که موضوع سرها جان من سرده بینم تن بوده بدیو محبت چی که فتچه بونو محبت بخونه ماجا بهتر پیشی بهتر
بکنیم از زندگی. ما باید اصلا بگوییم به این خواهرکان نازنین که ببینید اینقدر سرودای شیرین میخوانند با وجود اون که خب با امر تقدیر نقصان دارن، اما دلشان امیدشان به زندگی بسیار سبز است. نیت و آرزو و خوب نقشه های نیک دارن و من احسن میخوانم به مادر این سه نازنین که سه دختر زیبای خویش را پرستاری میکند، نگهبین میکند. واقعا دشوار است برای یک زن، یک مادر در تنهایی پرستاری کردن سه دختر دردمند. چی شب من صبح شدم دولای خورم مونده شد میشا نه فقط برای چشم خونه بکنم. سوزشی جانشون زمزمه کردن و یک ترانه دیگر از خانم زلیخا برای مادر عزیزشون برای شما پیشنهاد کردن، به خاطر که واقعا مادر اینها رو میفهمد، مادر در دیلشون رو درد میکند، مادر آنها رو پرستاری میکند و من بار دیگر احسن میخوانم و این سه نازنین و مادر آنها.
بگم جان ما اپاریمان ما گفت بیو کی ما گفت تمام شد اول بیاین شما کتون میرا روز که جواب بدیم نه اینجا باید نمونه دیگه برای فتح شوم گیرو ما خود شوی انا باش طرف هم اسپوری بمونی با خوب میشه جاش میکنم کنسله را گریم میکنم شرجان در باکو کتا خود نادر با کتا خودش کنه ما رو نگاه هم